سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با پادکست خبری تحلیلی مربوط به امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم که به لحاظ فاندامنتال بازار دلار و مابقی بازارهای مالی در داخل ایران رو مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد. امروز در این ویدیو در ارتباط با تحلیل رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص نرخ ارز صحبت خواهیم کرد. ایشون اعتقاد دارند که افزایش قیمت دلار دلیل اقتصادی نداره. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت که گذر از موج نوسانات ارزی که متعاقب اتفاقات و درگیری‌های منطقه‌ای ایجاد شده نیازمند افزایش اقتدار و اختیارات بانک مرکزیه. مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری تصنیم با توجه به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر به دلیل حمله به کنسولگری ایران در دمشق اظهار داشت که برای کنترل و مدیریت شرایط کنونی بازار ارز عوامل مختلفی دخیله که مهمترین اون به اختیارات بانک مرکزی بستگی داره. مطمئناً برای اینکه بتوان گفت آیا قیمت دلار کاهش خواهد یافت یا خیر، باید دید که بانک مرکزی چه میزان استقلال و اختیار در بحث ارزی کشور داره و در واقع میتواند با تکیه بر اختیارات و ابزارهای خود حافظ بازار باشد یا خیر. با اشاره به اینکه تنش و درگیری بین کشورهای مختلف و تأثیر اون بر اقتصاد اونها در تمامی دنیا متداول است ادامه داد. در تمامی دنیا وقوع هر تنش و درگیری میتونه باعث اثرات کوتاه مدتی بر اقتصاد کشورهای طرف درگیر بشه. در واقع همه چیز در بحث کنترل و مدیریت ارزی اون کشور به اقتدار بانک مرکزی و دست باز اون از استفاده از ابزارهای موجود بستگی داره. این فعال اقتصادی ادامه میده و میگه که بزرگترین ضعف ما اینه که تمام ابزار کنترل ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و سایر دستگاه‌هایی که میبایست این توان و اختیار رو برای بانک مرکزی باور داشته باشه هنوز به این باور نداره. در نتیجه خیلی از نهادهای اقتصادی دچار تناقض در سیاست گذاری و تصمیم گیری میشن. حریری در واکنش به اینکه با هر اتفاق سیاسی برخی افراد و رسانه ها تقلا میکنن با جو سازی رسانه‌ای افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی رو به جامعه القا کنن، گفت بی تردید در برخورد با تازه ترین اتفاق منطقه‌ای یعنی حمله به کنسولگری ایران در دمشق یا هر تنش دیگری در داخل و خارج، قدرت مداخله روانی بانک مرکزی باید 100% باشه تا بتواند جواب 100% رو بگیره. مطمئنا بانک مرکزی در صورت برخورداری از اختیار کافی خواهد توانست قاطعانه ادعا بکنه که میتونه قیمت رو کاهش بده و به قیمت‌های قبل برگردونه. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود به عنوان مثال اگر بانک مرکزی اختیارات مدیریت تمامی ارزهای صادراتی رو داشته باشه میتونه خیلی بهتر و جدی‌تر بر بازار مدیریت بکنه، به ویژه آنکه نوسانات ارزی اخیر به هیچ عنوان توجیه و دلیل منطقی اقتصادی نداره و بانک مرکزی میتونه با توجه به درآمد حاصل از فروش نفت و همچنین درآمد صادرات غیر نفتی به خوبی بازار رو کنترل و مدیریت بکنه. وی با اشاره به تحقق هدف گذاری 25% نرخ رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی و رسیدن به این متغیر پولی به نرخ 24.3% گفت معتقدم تا همین میزان کاهش نقدینگی و پای پولی بسیار معقول و کافی است و با توجه به شرایط موجود فعلا نباید فشار بیشتری برای کاهش اون وارد آورد. این به نوعی میشه گفتش که تحلیل رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از وضعیت بازار ارز بود که اشاره میگن که در واقع میشه گفتش که این اتفاقاتی که داره در بازار ارز میفته، این قیمت هایی که ما داریم میبینیم، قیمت دلار از 60,000 تومان تا 65,000 تومان رشد میکنه، قیمت های فیکیه. در صورتی که من میخوام بهتون بگم قیمتی به اسم قیمت فیک یا کاذب ما نداریم. بازار در این تایم و در این بره از زمان از بروز یک سری اتفاقات ترسیده و با وجود این ترس شروع کرده به خرید دلار و دارایی‌های امن مثل طلا. بنابراین شما نمیتونید بگید که اون قیمت کاذب بوده. بله میتونید بگید که این قیمت در شرایط فعلیش حالا شاید کاذب باشه یا نباشه، ولی در اون تایمی که داشته خرید میشده بازار داشته یه ریسکی رو میخریده و خرید این ریسک به نوعی میشه گفتش که انتظارات معامله‌گرها رو از افزایشی بودن بیشتر قیمت‌ها داشته منعکس می‌کرده در قیمت و به همین دلیل روندها صعودی می‌شده.
بنابراین این نکته بعدی که وجود داره اینه که ایشون میگن که اصلا فضای اقتصادی کشور کاملا تحت کنترل بانک مرکزیه. اصلا همچین چیزی وجود نداره. دولت ما با چاپ پول، با میشه گفتش که دخل و خرج اضافی که داره، با رشد پای پولی و نقدینگی که داره و در کنارش عدم درست میشه گفت بهینه مصرف کردن در بازار ارز و این ارزهای حاصل از صادرات نفت و غیره رو که فقط اختصاص میداد به سرکوب نرخ ارز، اینها نشون دهنده اینه که این دولت هم مثل دولت‌های قبل فقط به فکر سیاست‌های عوام‌گرایی و سرکوب نرخ ارزه و اصلا به ثبات اقتصادی فکر نمی‌کنه. فقط در یک تایمی بحران ایجاد میکنه، بحران از جنس رکود و کسب و کارها رو آسیب میزنه و موکول میکنه جهش ارزی رو به دور دوم که الان مثلا میبینیم انقدر فضای تورمی کشور بد شده، انقدر سنگین شده که اصلا به دور دوم ریاست جمهوری 4 سال دوم نمیکشه و ما تو همین دوره فقط 2 تا بحران ارزی داشتیم. یکی تو سال قبل بود که حالا یک سال و نیم پیش بود که از 30,000 تومان شد 60,000 تومان و الان هم میبینید که دیگه یک رالی سعودی به نسبت میشه گفت شاید شکل گرفته باشه در بازار ارز. بنابراین به این موضوع و به این نکته حتما توجه ویژه‌ای داشته باشید که بسیار میتونه در واقع در روند تحلیل های شما مورد مهم واقع بشه و نگاهتون رو به مارکت تغییر بده. به نظر ما نرخ ارز این پایین ها و این اصلاحاتی که میزنه، البته ما در تحلیل های روزانمون به این موضوع اشاره میکنیم، در تحلیل صبحمون پله پله نقاط خوب ورود و خروج رو معرفی میکنیم، تحلیل تکنیکالش رو بهتون میگیم. حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشید. هر پایینی که میزنه صرفا فرصت خرید بلند مدت ایجاد میکنه برای معامله‌گران بزرگ و معامله‌گران پول هوشمند. بنابراین من ازتون میخوام که هیجانی عمل نکنید و تا جایی که میشه به اینجور اخبار وزن کمتری بدید. اخباری که صرفاً متعصبانه دارن به این قضیه نگاه میکنن و میگن اصلا این قیمت‌های حبابگونه است به اصطلاح. نه، هیچ حبابی وجود نداره. قیمت ارز بنا به گفته تحلیلگران بازار ارز برای سال آینده، یعنی سال فعلی، هولوش 70-75,000 تومان کف قیمتی خواهد بود و اصلا چیزی تحت عنوان حباب وجود نخواهد داشت. اینم در واقع پادکستی بود که از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص نرخ ارز براتون جمع‌آوری شد. امیدواریم که از این پادکست تحلیلی خبری که ضمن ارائه یک مطلب تحلیلی رو روش زدیم استفاده کرده باشید. امیدواریم که هر جا هستید تنتون سالم و سلامت باشه. برای مشاهده تحلیل‌های بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب داشته باشید. ممنون. خدا نگهدار.